گولی زردو و ادیب تاجیک سه مسئول اتفاق این نویسندگان را برای پس زدن شأن و شرفش به دادگاه داده از آنها 150,000 سامانی جبران ضرر معنوی طلب کرده است. اتفاق این نویسندگان تاجیکستان اولی امسال گولی زرد را برای ترغیب گویا عشق بداخلاقانه و بسیارزنی از صف این سازمان ادبی خارج کرد. گولی زرد روزی 20 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت عریضه‌اش را به یکی از دادگاه‌های پایتخت سپرد. او گفت در عریضه‌اش علیه نظام قاسم رئیس اتفاق نویسندگان، عطا میرخواجه معاون او و محیدین صبوری مدیر شعبه نقد این اتفاق شکایت کرده از هر یک به مقدار 50,000 سامانی جبران ضرر معنوی طلب نموده است. این نویسنده تاجیک قطع عضویتش در اتحاد ادیبان را یک کاری برنامه‌ریزی شده عنوان کرد و گفت این سه مسئول اتفاق نویسندگان تاجیکستان برای هر یک جمله گفتهشان، برای هر یک تحقیرشان در دادگاه جواب خواهند گفت. در اتفاق نویسندگان تاجیکستان گفتند که هنوز از دادگاه آگاهی نگرفتند. عطا میرخواجه معاون رئیس این سازمان ادبی نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت از شکایت گل زرد به دادگاه اطلاع ندارد، اما گفت هیچ غرض به این نویسنده نداشتند. قبلا اتفاق نویسندگان کتاب بادام شیرین گل زرد را برای راه دادن گویا به صحنه‌های فحش مورد تنقید قرار داده بود. بوسواران صندوق سینه دوست داشته، مکیدن لب‌ها و بخشیدن تن و نفس و فراموش کردن شرم و حیا عباره‌های از پارچه‌های حکایه کتاب گل زرد بود که اتفاق نویسندگان آنها را فحش عنوان کرد. این پارچه ها تصویری صحنه عشق‌ورزی دو قهرمان داستانی گل زرد هستند. زحیل در این حکایه معشوقه مرد است که همزمان با دو زن زندگی می‌کند. اتفاق نویسندگان این را ترغیب چند همسری عنوان کرده است که در تاجیکستان غیر قانونی دانسته می شود. نویسنده گل زردوه که با تخلص گل زرد مقاله و حکایه می نویسد 55 سال دارد. و جز از نویسندگی این چنین از مؤلف فعال نشریه‌های دوری است.